الو سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر غریب نغزی سازی سلامتیات خوبه. تشکر برادر عزیز، امیدوار هستیم شما هم اما خوب باشید. بردم بقوت. تشکر. بفرمایید. اخیراً برادر عزیز بله گوش کن. همین برنامه تو معقوله. مثال من ده مردمی خلوص مردم همین بدخشان ده معقول. آها برنامه حقیقت برنامه نغزه. برادر همین یک گپ است ده همین شما مثال همین پارتیا مثال چین همون پارتیاتون چه من همین نمرات دادن گفتن همین اکو گفتن همون ژنو و ایسوسو همون اروپا ده مقصد برنامه خودشون دارن ضد همین حرامزاده مقصد برآمد میکنن و گپ میزنن اصلا خیلی گروه 24 بله هست. نه تنها در نه ژنو، در تنها روسیه، در من ترکیه، مثال قرقیزستان، قزاقستان، در همه جا، حتی در داخل تاجیکستان. انا من مقصد یک گفتنی دارم همین مقصد همین پارتیای شما مثال همین همه کار بار شما ضد همین دولت تاجیکستان هستند ضد همین رژیم ضد رژیم دولت تاجیکستان نه، ضد رژیم رحمانوف اویلش. ضد رژیم برادر نگاه کنده مثال همین ولایت مختار کوهستان بدخشان نه همین زمین فروختن اینا با رفتن گپای بسیار زدن مثال کلانومون خیلی معلوم مثال هم دوشنبه و کولوبا کلانوش همشون شکستن شنوندن مثال کلانو در نظر کی دارم مثال اپوزیسیونر مثال همه را شکستن براتان یوکیر اکا همین ولایت بدخشان نه همین شیروی نرشه فینانسیر و کرده میتونیم مثال مقصد گپی مرا فهمیدی یکا بله فهمیدم. مثال آدمو که بروین زیدی همین رومی مثال کلونومونه طلب میکنن ایمونه طلب میکنن نه ما مثال آخیران خونمونه مقصد میروونیم کلونومونه نمیتیمو مقصد گپی من چی مقصد گپی من که ایره پروسته بگپ بسخن اوسو کرده نمیشود مقصد کم ترک نو تو اسکاک وام بیسنی مقصد فهمیدم. وظیفش ویا گرفته نمیشود بله با همین برادر. گپ و با همین برنامه بله، انمی مثال برنامه یک برای ممیدی همه دویم مردم ممی بیدار کردن هست. انمی انا برنامه نگاه کن برای دویم مردم ممی چیه سرجم کردن است. بفرما. برادر دویم ممی چیه دویم ممی مردم سرجم کردن مردم فینانس سرجم میکنن فهمیدی فینانسیر ود تمام مقصد اینا قرقیزستان دا چی شد مثال اوقا پریزیدنشون ظالم بود حرامی بود مثال چیکارش کردن گرفتش دانستم با چی ضرب گرفتنش برادر با چی ضرب با ضرب مثال جنگ برای که به جنگ نمیشود مثال ما خون مونه دیگه نمیدونیم خونخور شده گه مردم وست تاجیکستان مثلا مسکو دا اوقا بیچاره میبینیشان گیریت میویا که سترویکا دا خوابن مثال این مردم ما در امی تاجیکستان خود ما غلام شده است فهمیدی اکا بله برادر، از مقصد همین گپی فرصت من استفاده برده بیا یک کمی درباره بدخشان صحبت کنیم. همین شب و روز در اونجا چی چیز میگذره، چی گپ خبر هست؟ ما در اون برادر رسانه ها بسیار میخونیم میبینیم. همین ما مثال همین ما اوزی مثال خود ما غریبی دهیم مثلا غریبی دهیم بله مثال در او بدخشان و یا میخوان مثال کلونامو نگیرن اپوزیسیونرامو نگیرن نه که وای اپوزیسیونرو را یگان کس و یا ده نمیتید مثال ما ای کودکمون تو کلانمون میخیزن تو زنک و دختر بچه‌مون میخیزد جنگ میکنن خیلی که سال 2012 جنگ کردن همه خیلی میخیزن با جنگ میکنیم نخوا که همون وست تاجیکستان ده تنها یک بدخشان ناموس کرد و یک بدخشان ناموس دارد این مردم ناموسش کجا شد این قمه زنن خودشون ما شعری نر میگن ما این میگن ما او میگن مردم بیچاره در مسکو در ژنو و در اروپا گریخته رفته است مثال بدخشان ده برات بدخشان ده یک چی شده است بدخشان نه اینا با تیر و یراق گرفتن نمیتونن اینا نزنچ نیره میدونن
با تیر و یارق گرفتن نمیشود. و تنها با دستی بدخشانی و خودشون مثال یک خیل پرداژنی شکوروی رومیو قدیم فهمیدی که مثال طرفداری همین رژیم هستن با دستی همونو فقط مثال شوری موری کرده استن با جنگ دوختن یعنی مثال جنگ خواسته استن جنگ شود اگر ما تیاریم ببشه مردم بدخشان از گودکی 16 ساله گودکی 12 ساله به جنگ تو 60-70 ساله را ای دخترای 16 ساله به جنگ تیارن تو 60 ساله 70 ساله زنک مثال ما ای زنک تو مرد ما میخیزیم جنگ میکنیم مثال برای ناموس خودمون برای مثال زمین خود نه که جای یک گپ دیگه یکا نخواه که همین تاجیکستان ده تنها همین مردم بدخشان با ناموس ماند دیگهش به ناموس شده نخواه که همین خیل بود اگر همه مثل خودت انمی خیل با ناموس باشن انمی خیل بدور باشن رحمانوف خودش میخیزه میروه. به هر حال صحبت طولانی نکنیم برادر عزیز. رحمانوف فکر نکند که به مثل سال 2012 به سر صدا امسال هم مثلا که این دفعه هم حمله میکند. اولش که خدا او روز او جنگ نیارد، اگر آورد این دفعه به سال 2012 نماند. این دفعه اگر یگان اقدام خطا یا احمقانه بکند از سر سبیلش بمونه. بله. و شما مردم بدخشان تنها نیستی برادر. مقصد گپی ما همیه که همی دفعه که شد همی برنامه تون همی پارتیتون خطی پدرشکه کنین. اگر ما بدخشان در مثالا جنگ شد ما جنگ میکنیم تو پسرد خون مونه میتیه مثال میره ما جنگ میکنیم برای زمین و برای برادر و برای خواهر برای گودکامون برای اتوب و چامون میخیزیم برای ناموس ما میخیزیم جنگ میکنیم. خیلی سال 2012 مثال جنگ کردیم همه خیلی جنگ میکنیم. نه که شما که یک خواهشی مثال خواهشی خیلی خواهشی بناموسانه ده و همین برنامه تون همین یک خیل به ناموس در رسونه که خیزه بیدار شوه نخو کلخوست چی مردم تاجیک غلام کنده نخو کلخوست چی مردم تاجیک غلام کنده. آخی تاجیک معنی تاجیک تاجداره غلام نیست کوکا. بله ما با شما هستیم. خلاصه ما هم با شما هستیم و در خدمت شما هستیم و بدخشان هم یک جزء بدن تاجیکستان هستی و رحمانوف نمیگذاریم که یگان احمقی کند و اگر هم کند ما در پهلوی شما هستیم. تمام مردم تاجیکستان با یک پا میخوزانیم. این دفعه با مثل دفعه گذشته نشوه. ایرا آگاهی قبول میکنن، ایرا تهدید قبول میکنن، ایرا التیمات قبول میکنن. این پیغام بر رحمانوف این خطایی 2012 تکرار نکنن. ما را گوش کن همی پسلید نگاپا ما گوش کن همه مردمی تو سونده پروست بیدار شون. همی دو بیچاره بایا نه مال دارن نه مالکیت دو اپوزیسیونری که مثال ای پشت مردم میخیزن گپ میزنن مثال میخیزن گودکاشون جان گودکاشون دادن گودکاشون مردن. فهمیدی اکا همون دو اپوزیسیونری دیگه در همون بدخشان مونده همون نور هم گرفتنن برای هم کمی گومکا بیدار شوید مردم رسونید با همین برنامه تون که خیستن در کوره او مردم خیستن در کوره گپ زدن در کوره توکای مردی تاجیک کورتای زنکی میپوشه میگرده توکای دی کی بس میشوه. ما باوری ندارم این مردمی تاجیک ما به ناموس باشه. قلبا باوری دارم که ناموس داریم نه که خیستن در کور رو برادر گپ زدن در کور ترسیدن در کور نیست. راضی هستی یا که گپ؟ بله برادر بله. ناموس انا غیرت دلیری را از مردم بدخشان ما باید بآموزیم. ما با شما برادر عزیز فخر میکنیم با مردم بدخشان. پدر درآمد انا میخه شیروی نری دیگرم باشن که مثال خیزه همه خیزه او بدخشان دا و خیلی شید اوخی شهر در خب نکنن خیزه میتین کنن
چی با سالداتوی بیچاره را میبرن، سالداتوی بیچاره را میبرن کوهستان دا میپرتوین جنگ کنه خلقی خود اونا کشه. نخواه همین مدنیت باشه در ماه رمضان. این حالی با خواسته استن که مثال نوتینجی شود بدخشان. ما همه طرف تیاره مثال ما همه طرف مثال لوبای رسکلات ما تیاره. نه که همین مردم وست تاجیکستان دا مثال همین بیان دارم ده که همین وست تاجیکستان دا ای برادر خیزه این مرد تنو دا بدخشان نیستو. مردو هستن، مردو را کمتر پدیرشکه کنید. اقلا خودتون یگان کار نتونید پدیرشکه کنید دیگه شما یگان چیز در کار نیست. پروست خیزید، نترسید، میتین کنید، بروید بیرون. یک تتا میکشند، دو تتا میکشند. اوخی همه خلقی توجیک نمیکشند. یوکی نه اکا. درست برادر، 100% گپت درست است. انا کجان با می گفتنی اوی ما تمام شما ده 1000 رحمت. تشکر برادر. برنامه پیش برید. برنامه ای اولی جناب ملدیز وقتی شما گپ میزنید ای پراویلنی گپ میزنید. مثال یگان نودرست گپ نیست. پراویلنی گپ زدن در کور. رژیم خطیروزی نیست. مردم گپ زدن در کور. ترسیدن در کور نیست. این خیلی نه که دو بیچاره اپوزیسیونر را ای قردخ شون کپیدین گرفتنی شونن. اکه اونا را در دو ایو نمید یک خلقی بدخشان. اما خلقی بدخشان میخیزد و را نمید یگون کسو نیکی اکا پروستاد گپ زنید نمونین ای پالو نگاه نکنید گپ زنید. شد نه این دفعه با دفعه گذشته نمونه. مردم تاجیکستان مطمئن باش که در پهلوتان هستند و شما را تنها نمیگذارند. این گپ همی ایده مثال یا مردم بدخشان تاجیک نیست اما تاجیکین خیستن در کور. بله. خیستن گپ زدن در. تشکر برادر. صحبت با دفعه آینده میمونیم. زنده باشی. خدا نگهبان.